راسه بقا جوجه تقی جانداری خاردار و بسیار زهرآلود می باشد و هنگامی که حیوانی به او چپ نگاه کند او نیز راست می کند و تیغهایش را با سرعت 240 میلی ولت بر مجذور فارنهایت به سمت دشمن شلیک می کند. اکنون ارغبی متوجه حضور این حیوان در مسکونتگاه خیش گشتیده و برمیگردد و چپ چپ در چشمان او نگاه می کند و می گوید چیه داداش فکر میکنی خیلی زوری؟ اما جوجه تقی بسیار زور می باشد و او نیز بر می گردد و با عقب خیش به سمت جلو می رود و خارها را در بدن ارغب فرو می کند جوری که از این ورش می رود و از اون ورش در می آید و او سقط می شود و او انا لله اله راجعون می گردد.